با سلام به تمام فارسی زبانان، به تمام دری زبانان، تمام پشتو زبانان، تمام کسایی که الان صدای من میشنون و دارن به این ویدیو نگاه میکنن. اولین ویدیو برای ستایش بود و این دومین ویدیو به خاطر انتحاری است که در کابل به وجود آمد و ترورهایی که در آلمان شهر مونیخ به وجود آمد. قبل از هر چیز سلام به تو ای زرتوش، ای تاجیک، ای پشتو، ای سنی، ای شیعه، ای مسلمان، ای آتئیست، ای یهودی، ای مسیح، هر چی هستی برای خودت هستی، برای شما سلام میکنم. سلام کردن خیلی خوبه و اول از هر چی عهد و آزادی و اجازه بیان گفتن با دیگری رو شروع میکنیم. قبل از هر چی یک شعری برای شما فراهم کردم که دوست دارم برای شما بخونم و بعد از او یک متن کوتاهی از یک جوان 18 ساله برای شما شروع میکنم و گفتن یک متن کوتاهی. خدایا آه و غم داره کابل، خدایا آه و غم داره کابل، ز دست اجنبی ماتم داره کابل. ندارند دین و ایمان این نانجیبان، سزاوار لعنتند این کثیفان. شرارت را به آخر رساندند، دل ملت را به آتش کشاندند. دوستان چند وقت پیش یک مهاجم 18 ساله‌ای به قطاری داخل قطار با یک چاقوی حمله ور شد و چند نفر مثلا زخمی کرد و کشت. خب این بنده خدا پشتو پاکستان بود و یا هر چی دیگه بود، ولی خیلی از دوستان کسایی که ما در کشور اونا به دنیا آمدیم زندگی کردیم و شاید میلیون ها دیگه هم به کشور اونا باشن شروع کردن گفتن افغانیا تروریست، افغانی مثلا نگاه کن همه جا خود نشون بدن، بریم به کشور خود از این حرفا، در حالی که خودشان هم مثلا به آلمان بودن. من طرفداری آلمانیا، طرفداری ایرانیا، طرفداری افغانی اصلا نمیکنم. من هیچ وقت نمیگم من افغانی و من ایرانی ام، هیچی نمیگم. من فقط یک فارسی زبانم، تمام. این میخوام برشم بگم نگاه هیچ کشور ایدئال نیه. خود ما شاهدی بودیم که دیروز هم یک فرد واقعا 100% ایرانی چه کاری کرد، 77 نفر کش شهر مونیخ، در حالی که او افغانی که 18 ساله میگفتن افغان نبود و او یک پشتو پاکستان بود. درسته از هر کشوری آدمای خوب و بد داره، ولی خیلی ها شروع به توهین میکنن، حتی هم افغانای عزیز شروع به توهین میکنن. هزاره رو دام میدن، تاجیک دام میدن، پشتو دام میدن. چرا؟ تا کی شما باید با هم دیگه دعوا داشته باشین؟ تا کی جنگ میکنین؟ این مردم کشورهای اسرائیل، آمریکا، بلژیک، اینا همه جنگار به کشورهای ما شما میبرن و تفنگای خود میفروشن، جنگ به ما تحمیل میکنن تا خودشون راحت باشن. ما شما به جایی که با هم دیگه اتحاد داشته باشیم، ایران افغانستان میزنه، افغانستان پاکستان همینجوری با هم دیگه جنگ داریم همیشه. به نام داعش و طالبان که بیان اونا رو از کشور ما بیرون کنن، آمدن داخل کشور ما رو دارن اذیت میکنن. به خاطر طالبان، به خاطر نام داعش، به خاطر روسیه آمد داخل کشور ما، انگلیس آمد، آمریکا آمد. من یک جوان افغان هیچ وقت تا حال الان 18 19 ساله‌ام تا حال کشور خود ندیدم و خیلی کسای دیگه دوست نسلن تا حال کشور خود ندیدن، همیشه مهاجر بودن. همینجا هم که هستن، همینجا بعضی آدم راحت نمیذارن. هیچ وقت کارهای اکستریمیست، هیچ وقت کارهای تندرویی نکنه عزیزان، هیچ وقت به هم دیگه بی احترامی نکنه. حتی در دنیای مجازی شما به هم دیگه بی احترامی میکنه. چی میشه کنار هم باشه، مثل برادر دست به دست با هم دیگه تفاوق داشته باشین، اتحاد داشته باشین. من خودم مسلمان هستم، خودم افغانم، هرتیم، ولی عاشق یک دوست هزاره، عاشق پشتوم، عاشق ایرانیم، عاشق هر کسی که با من دوست باشه. دست اتحاد با هم دیگه بدین. 70-80 میلیون ایرانی، 30-40 میلیون افغانی، اگه ما با هم دیگه اتحاد داشته باشیم خیلی خوب میشه. هیچ و کسی نمیتونه به ما بد بگه، ما مسلمان‌ها یا به ما مثلا فارسی زبانا، با آریایی یا به تاجیکا و پشتو. ولی ما همیشه مثل با چاقو به پشت هم دیگه زدیم، خنجر زدیم، همیشه بد هم دیگه رو خواستیم. هیچ وقت یکی که بالا رفت تشویق نکردیم. اینا نگاه کنید چقدر رو کارهای خود دست میپوشونن. هیچ وقت نمیگن که یک افغانی یا ایرانی خوبه، همیشه بزنن تو سر ما و شما، چون اینا با هم دیگه اتحاد دارن. نگاه چند نفر به فرانسه کشته میشن، چند نفر به آلمان کشته میشن، بلژیک کشته میشن، همه با دست گل میرن. ولی ما شما چی؟ این بود ویدیو امروز. با تشکر از شما دوستان عزیز که گوش کردین و حتما این ویدیو رو به اشتراک بذارید تا تمام دوستان ببینن، تا تمام فارسی زبانا ببینن.